در افسانه‌های مردم گیلان و مازندران موجودی اهریمنی به نام آل وجود دارد. آل به شکلی زنی بلند بالا با موهای ژولیده، چشمانی درشت، ناخن‌های بلند، دندان‌هایی همانند درندگان و سینه‌های بسیار بزرگ توصیف شده. آل دشمن زنان زاهو است. او موجودی وحشی با چهره‌ای بسیار ترسناک که فقط در شب فعالیت و معمولاً به شکل زن همسایه خود را درآورده و به سراغ قربانی نگونبخت می‌رود. در باورهای مردم گیلان آل از فلزات می‌ترسد و به خاطر همین معمولاً در ورودی‌های درب خانه داسی را آویزان می‌کنند. همینطور گیل زنان برای در امان ماندن از آل معمولاً سنجاقی را به لباس خود می‌بندند. در بعضی از مناطق برای جلوگیری از آل زدگی رسمایی مثل سیاه کردن صورت نوزاد با زغال یا گذاشتن 2 گهواره در اتاق زاو انجام می‌شود. گاهی آل بچه‌های زیر 40 روز را دزدیده و با بچه‌های خودش جایگزین می‌کند. خاطر همین نباید زاو را تا 40 روز تنها گذاشت. این موضوع شباهت بسیار زیادی به افسانه‌های ژرمنی با الفا دارد.